بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. قال حدثنا الرضا علی بن موسی علیه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين قال حدثني أبي حسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل يا ابن آدم. این سند طولانی شریف زرین و نورانی میرسه به اینجا که خدای متعال خطاب میکنه به امثال بنده و شما. یا ابن آدم کلکم ضال الا من هدیت. اینو بدونید اگر هدایت الهی نباشد، کمک الهی نباشد، دل شما را، ذهن شما را به سمت حقیقت گرایش ندهد و کمک نکند، همه شما در گمراهی باقی خواهید. خداوند به پیغمبرش میگه فوجدک ضالا فهدی. در دعا وارد شده است که الهی تم نورک فهدیت فلک الحمد ربنا. اگر چنانچه نور الهی و هدایت الهی و انگشت اشاره حضرت حق عزوجل نبوده باشد، ما در وادی حیرت و ضلالت باقی میمونیم. حالا پس باید چیکار کنیم؟ باید از خدای متعال هدایت بخواهیم. یکی از دعاهای خیلی مهم همینه. ماه رجب است و ماه شعبان و ماه رمضان ماه دعا، ماه‌های دعا. یکی از دعاهایی که میکنید و میکنیم باید طلب هدایت از پروردگار باشه، از خدا هدایت بود. اگر لحظه‌ای هدایت الهی سلب بشود، ممکنه پامون رو کج بذاریم، ممکنه زاویه پیدا کنیم، ممکنه گمراه بشیم، ممکنه گاهی 180 درجه عوض بشیم. کمون که میبینید دیگه از این قبیل هست. این هدایت الهی مانع از این گمراهی هست. خب و کلکم عائل الا من اغنیت. همه شما فقیر و تهیدستید مگر اون کسی که من او را غنی کنم. غنا رو هم از خدای متعال باید خواست. دنبال غنا به در خانه این و آن نباید رفت. اینو ما یاد بگیریم. و خب به خاطر غنا دنبال این و اون نیفتیم. گاهی اوقات انسان به طمع غنا دنبال این و اون میافتد و هیچ کدوم گیرش نمیاد، نه محبت اونها و نه غنا، و از دست میدهد اون نور توحیدی را که در دل انسان خدای متعال قرار داده. این هم مطلب بعدی. و کلکم هالک الا من انجیت. اگر چنانچه من شما را نجات ندم، همه شما در وادی هلاکت خواهید افتاد. فاسألونی. نتیجه این است که بخواهید از من، دعا کنید.
این ترغیب به دعا کردن است. ما دعا رو دست کم نباید بگیریم، از خدای متعال خواستن را دست کم نباید بگیریم. هرچه هم بتوانید در یک فضای این دعا رو انجام بدید، این درخواست از ساحت پروردگار رو، که حال خوشی برای شما وجود داشته باشد، زمینه فراهم باشد برای تضرع. لا ینجی منک الا التضرع الیک در دعا هست. تضرع رو بتوانیم انجام بدیم. تضرع خیلی چیزه پر قیمتی است که انسان بتوانه پیش خدای متعال تضرع کنه. اگر پیش خدای متعال تضرع کردید، اون وقت پیش قدرت‌های پوشالی، قدرت‌های اسمی، نمایش‌ها و نمودارهای دروغین قدرت می توانید سرتون رو بالا بگیرید، تضرع نکنید. اگر پیش خدا تضرع نکردیم، اون وقت در مقابل قدرت‌های پوشالی احساس ضعف میکنیم، احساس میکنیم که باعث از اونها کمک بخواهیم. پس الونی اکفکم، شما رو کفایت کنم، شما رو اکفکم، شما رو حفظ کنم. کفایت نیست، حفظ است. شما رو حفظ کنم و نگهداری کنم و مانع بشوم از اینکه بلایا به سمت شماها سرازیر بشه. و اهدکم سبیل رشدکم، از من بخواهید تا شما رو هدایت کنم. و اهدکم، اهدا یهدی، هدا یهدی، هدا یهدی اینجوریه، یهدکم الی سبیل رشدکم، تا آخر این حدیث که صفحه 166 است. و این دعوت به دعاست که همچنانی که در قرآن هم دعوت شدید، امر شده است که ما دعا کنیم، سوال کنیم، از خدا بخواهیم، و این همه در دعاهای فراوان این معانی آمده. این روایت هم در همین معناست.